سلام علیکم. مرسی که الان اومدی تو کانال من. خوش اومدی به یه ولاگ جدید با من. قراره که با یه گروه 20 نفره جوون هممون با هم دیگه بریم یه سفر 2-3 روزه. قطعا داستان زیاد داریم، خوشگذرانی داریم. کنار من باشیم، ما رو ببینیم، با دیدنتون به من انرژی بدین. لطفاً 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 من رو با سابسکرایب کردن و لایک کردن حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم، کنارم باشین تا آخرش. بریم. دیجی حمید خارجی. بچه‌ها اینجا توی مسیر جاده چالوس یه چند تا مغازه هست که لبنیات میفروشه. یه ماستای ملکه‌ای داره که ما هر سری اگه اینجا رد بشیم میایم میخوریم. خیلی خوشمزه است، یه طعم خاصی داره. با حالا یکیشون با دلال قاطی شده، یکی با موسیره، هر کدوم با یه طعمیه. بورانیه، خیلی خوشمزه است. پیشنهاد میدم حتما اگر از اینجا رد میشین این سه تا سوپرمارکت و وایسی. سلام علیکم، خوبین؟ ما نزدیکای چالوسیم، یه جا وایستادیم با بچه ها که صبحانه بخوریم. خیلی جای خوشگلیه. برم فیلم بگیرم بهتون نشون بدم، با ما باشین تا آخرش. یه جا وایستادیم که یه آلاچیقه توی جاده، پسرا دارن تهیه صبحونه میبینن. دست آشپزمون صبحانه آماده شد و دست جمعی همه نشستم برای صبحونه. تو مغازه خب ما دیگه رسیدیم لب دریا. پسرم آب سبک نیست. آب سابق نیست؟ چرا؟ تا اینجا میاد. خب الان دریا آرومه، فقط اینکه یه مقدار ظاهرا اینجوره. نه یه مقدار یه رنگیه تمیز نیست اصلا. این جوریه، انگار کثیفه. مثل اشک چشم نیست، مثل اشک چش نیست. نه بابا چیزی میگم. مثل این کشتی. آها قبرس. خب ما دو تا میله گرفتیم، یکیش اونه یکیش هم اینه. خب ما با بچه ها رسیدیم. سلام علیکم. همگی خالی، همه چی عالی. واقعا هوا شانسمون خیلی خوبه. با بچه ها رسیدیم دیگه. الان ویو ویلایی که گرفته و نشون میدم. اینه منتها چون جمعیتمون یه خود زیاده ماشاءالله 22 نفریم، 2 تا گرفتیم. نمیدادم به این جمعیت ویلا، نمیدادن. با اینکه اینجا دوبلکس هم هست نمیدادم به ما، مجبور شدیم 2 تا بگه. ولی الان عملا هممون توی ویلاییم. با ما باشید. سلام علیکم. علیکم سلام. این ناهار ماست که قراره این الان وضعیتی که ما رسیدیم.
سخت داره که خوراک بچه هاست که ما از دستشون راحت باشیم. مگه نه؟ کیا منتظرن که برن توش. اوه چقدر گرم بود. ماشاءالله زیادی این اتاق ما. سه تا اتاق. سلام عزیزم. اینا دارن خودشون آماده میکنن برای بترکونن. ببینم ویوش چه ویوی داره. اونم دریا. به چه هواییه. نهار ساندویچ کالباس درست کردیم به دلیل اینکه بچه‌ها وقت نبود که بخوایم چیزی درست کنیم، دیگه ترجیح دادن یه غذا حاضری باشه. کالباس گرفتیم و همه در حال خوردنه. پسرم اینجا نشستیم ما. میشه جونت. آنتی اکسیدانش اونجا زیاده. ولی آنتی باکتریش کم. نهار همه خوردم. دیگه رفتم پریدم تو استخر رو. سارا رفتی استخر شما؟ حوله رو سرته؟ استخر رفتی؟ جون خاکی باش. چون سردشه. خب بله تو سرد نیست. نه نداشتم. من لختم تو پوشیدی من لختم. ولی هوا خب خیلی ولی رفته بیشتر از همه من. این که کار افتخار اینقدر ما با هم دیگه متفاوتیم. تابستون چرخون میاریم. خلوت کردیم خانم‌ها با هم دیگه. بچه‌ها همه نشستن انگار دارن شام می‌خورن. اگه یه فیلم ازشون بگیرم بهتون نشون بدم. بعد با هم دیگه همه در حال خوردنن. دارن جلو نشونتون میدن چی دارن می‌خورن. دارن شام می‌خورن. چه خبره اینجا؟ همه مشغول خوردن شام که سبزی پلو با تون ماهیه. چه هوایی. صبح شده ها. دریا به این نزدیکیه به این لب ساحل بچه. چقدر هوا خوبه. هیچ وقت
صبح نخورده با نشدم. حیات پر پرتقال و صابخونه به ما عطر بوی داره. صابونه رو بچه ها زدن، حاضر شدیم داریم میریم لب ساحل. تخت شد حالا دیگه نمیشیم جمعشون کنیم، هر کی یه طرف بره. که گوش بده. خب دیگه بحثی نداره که. برو بذار اونجا دست. حالا شما لطف کردید. موی از این مشکل داره. این مشکل داره. داشتم ازت فیلم میگرفتم. ایرون لشگر شکست خورده. همه پرتقال به دست. لشگر شکست خورده ما. نه بابا آب. اینم بچه های ما. دایی جان در حال سازن کباب برای این جمعیت. خسته نباشین. کبابای دایی معروفه، خیلی خوشمزه. همونجور که دایی داره غذای شام و نهار رو میذاره، منم گوشت چلو گوشت امشب رو گذاشتم. بذاریم بپزه تا شب. آقایون همچنان تمام بازی کردن هم ما ببریم. با خانما نشستیم، ما داریم وسایل آش آماده میکنیم. این سیرشه، دایی طبق معمول توی فیلم ها کارش نمیشه کرد. پیازش خوش میگذره بچه ها؟ بله. چقدر مؤدب شدی. پیازداغ آش، اینم گوشت در حال پختن. ببینم که همه نشستی سر سفره و کباب دایی رو داریم میزنین دیگه. عالیه هستی شما اصلا گل سرسبدی. عالیه دیگه، تعریف نکردین توی فیلمم. عالیه، جواب عالی. دایی جان دست شما درد نکنه. آقا دایی دست شما درد نکنه. عالی. این داداش و زن داداش محترمه مینا خانم و دوتا بچه ها. من میگم میپرن کتکوسلو چی گفتی؟ جیجیرک قوی همچه کرده جیجیرک دومی آره
میبینم که میز مزه چینی. یا خدا، خدا آخر عاقبت این میز مزه رو به خیر کنه با این آقایون. بچه ها براتون خوراکی خریدم. بیای بله بیا دل عزیزم، برات کاکائو و های بای خریدم. اینجا بشین. قربونت برم، میشه جونت. آقا کیان به مامان برد اینه خریدم. بازیم بخوریم. بفرمایید. این سه تا انقدر تو آب بودن دیگه پوست انداختن. از اونجایی که ما 2 تا بیله گرفتیم الان به خاطر اینکه آقایون اونجا هستن ما خانم‌ها این بر بس خودمون بساط آش رو درست کردیم و داریم آش میخوریم. اون بر دارن چی میخورن و شما دارین آش میخوریم. ما سالمیم. ما سالمیم. اشکال بده ما سالمیم. بر من هزینه بریز اول. آشی دستپخت مینا خانم بود این آش. دست شما درد نکنه خانم. وقت رفتن شد و همگی راهی شدیم. سلام علیکم. امروز دوم نه روز سوم ما بچه ها دیگه از ویلا اومدیم بیرون، اومدیم سوراب جنگل همینجا نهار رو بخوریم که تهیه‌شو دیدم. بعدش بریم خیلی فضا خوب. اسم این جنگله چیه بچه ها؟ زوات لای توسکا. لوات یا زوات. جنگل زوات تو مسیر چالوس به تهرانه. ببینیم الان میگیرم بقیه. در این وسعت با فیلا درست کردیم. مرسی. اون آشتر وسط داره میرفته. یک کافه وسط خود جنگل اومدیم. الان کپی رایت هم میخوره به ما. رقصای کجاستون گلیم کارم کن باید داولم شد دفعه فرانسی I can't see چرا پلمسی. ببینم که همه گرسنه نشستن که کباب دایی رو بزنن بر بدن.
یعنی زندگی ندارین ها. تو نیستی. همه زندگی. قلب تو برای من یه خونه امنه، وقتی من سردم میشه دستای تو گرمه، من شدم امراض تو اندازی تو. ما دیگه رسیدیم به پایان سفرمون. همه وایستادن یه گوشه. بچه ها خیلی خوش گذشت. خداحافظ. خداحافظی. خداحافظ. انشالله